اعتبار آزمایشی چیه؟ اعتبار آزمایشی به شکل سرمایه واقعی در اختیارت قرار میگیره و میتونی اونو به همراه سرمایه خودت به عنوان مارجین توی معاملات قراردادی استفاده کنی. از این اعتبار میتونی برای جبران ضرر معاملات و کارمزدهای تأمین مالی هم استفاده کنی. وقتی از اعتبار آزمایشی برای جبران کارمزد استفاده می‌کنی، هم اعتبار آزمایشی و هم پول خودت به نسبت کم میشن. اعتبار آزمایشی قابل برداشت نیست، ولی سودی که با استفاده اون از معامله به دست میاری رو میتونی برداشت کنی. میتونی با شرکت توی رویدادها اعتبار آزمایشی بگیری، پس حواست به آخرین رویدادهای پلتفرم XT باشه. چطوری از اعتبار آزمایشی استفاده کنیم؟ نسخه وب. بعد از اینکه وارد سایت رسمی XT شدی، 1. ماوس رو روی حساب کاربریت ببر و روی کوپن‌های من کلیک کن. 2. توی بخش کوپن‌های من میتونی ووچرهای اعتبار آزمایشی فعلیت رو ببینی. روی باز خرید کلیک کن تا اعتبار آزمایشی به حساب قراردادی مربوطه منتقل بشه. 3. بعد از اینکه دریافت با موفقیت انجام شد، روی برو به معامله کلیک کن تا وارد صفحه معاملات قراردادی بشی. اینجا ما معامله قراردادی دائمی رو به عنوان مثال استفاده می‌کنیم. 1. میتونی انتخاب کنی که یه پوزیشن رو باز کنی یا ببندی. اینجا باز کردن سفارش با قیمت بازار رو انتخاب می‌کنیم. 2. مقداری که میخوای معامله کنی رو توی قسمت مقدار وارد کن، جهت معامله رو انتخاب کن، لانگ یا شورت. اینجا ما لانگ رو انتخاب میکنیم. 3. بعد از اینکه سفارش تکمیل شد، میتونی وضعیت فعلیت رو توی بخش پوزیشن ها ببینی. برای دیدن جزئیات کم شدن اعتبار آزمایشی، روی جریان اعتبار کلیک کن. چطوری از اعتبار آزمایشی استفاده کنیم؟ نسخه اپلیکیشن. 1. توی صفحه اصلی روی آیکون پروفایل ضربه بزن. بعد به مرکز خرید برو و بعد از اون کوپن‌های در دسترس رو انتخاب کن تا وارد صفحه کوپن‌های من بشی. 2. اون اعتبار آزمایشی که میخوای رو انتخاب کن. بعد روی باز خرید بزن تا کار تموم بشه. 3. بعد از دریافت موفق روی برو به معامله بزن تا وارد صفحه معاملات قراردادی بشی. اینجا ما معامله قراردادی دائمی رو به عنوان مثال استفاده می‌کنیم. 1. میتونی انتخاب کنی که یه پوزیشن رو باز کنی یا ببندی. اینجا باز کردن سفارش با قیمت بازار رو انتخاب می‌کنیم. 2. مقداری که می‌خوای معامله کنی رو وارد کن و جهت معامله رو هم انتخاب کن، لانگ یا شورت. اینجا لانگ رو انتخاب می‌کنیم. بعد از اینکه سفارش تکمیل شد، میتونی وضعیت پوزیشنت رو تو بخش پوزیشن ها ببینی. برای دیدن جزئیات کم شدن اعتبار آزمایشی، روی تراکنش ها توی همین صفحه ضربه بزن. همه چیز درباره اعتبار آزمایشی همین بود. حالا آماده ای؟ برو به xt.com و همین امروز معاملاتت رو شروع کن.